تو خیلی خوش اومدی به ویدیو امروز. توی این ویدیو اومدیم که اولین ویدیو مهم نیست اومدیم، ولی اومدیم شاید بپرسین چرا، چون بیا دیگه چون با تاخیر میآید. منم بریم ویدیوی بیسبال بگیریم. سلام با چنل ماگما پلاس هم خوش اومدین. یعنی قدرت رکورد ویدیو نه اینترو، قدرت اینترو. بریم آقا چون اسم نیست. دوستان اومدیم با بچه ولی اولمون دوستان ولی اثر ونگوک رو مشاهده میکنیم در پشت من. این اثر ونگوک به من قدرت میده. تا حالا هم تو باز پلی نقاشی شب پرستاره ونگوک بود. خب دوستان، شایان دایمن دوست داشت، الان کریپر دوست داره. اگه منظورمو نگرفتیم ویدیو قبلی بریم ببینید. ویدیو قبلی وجود نداره. خب نه اونم دوباره میذاریمش، اون ویدیوی بود. ویدیویی در لپتاپ من وجود نداره. تو چنل هست. چنلی وجود نداره. چرا دارم چنل. چنلی وجود نداره. دلقش هندوستان گذاشت برم پرنگ بگیرم. یا ابوالفضل گوشیم داشت میافتاد. الان وای سرنا تصویرت اینا همه هست. آره خب داشت کسی فکر تو اینجوری میذارم چون یکم گوشیم بی‌گدرته. اصلا کسی از فیس خوشش نمیاد. چی؟ کسی از فیس تو خوشش نمیاد. به تو چه؟ داشت فیس تو نذاری تو ویدیو. به تو چه؟ داداش چنلمونه پروفسور. خب باشه برم. راست میگی منطقی بود. من دادم من کاور بده برم فیس رو بعد. مردم. زدمش. بلاکم تموم شده. اسپلیت نلادم رفته بودی ولی خوب رفته بودم. بابا اوکی فهمیدیم شما های پیکسلی ها خفن، ما نوب سگ. اوکی هی بت میزنن بخوای پوز بدی چون که دوتایی از یه نفر خوردیم. تیدام برادر نوب سگ، نه که خودم خیلی پروام ولی خب ناله کردم که گم شو بابا. دوستان مراد یکم بازی در روانی داره، به با خاطر خودش حرف خیلی میزنه، دست ما نیست دیگه. دعا کنید خوب شه. بابا چه دلغک فشار بخور بدبخت. فشار بخور بی هوا. راستیتش رو چند باری اقدام کرده بودیم که چنل رو بزنیم، بعد مثلا چنلمون کشتی شد. همه جلال نداریم اینجا. TNT بگیر مرا TNT بگیر. جلال داری؟ مرا TNT بگیر مرا. TNT نداریم اینجا. به علاوه دوشواری ها هیچ کدومو نداریم. نه دوشواری نه TNT. مراد وایسا دارم من. یکیشونو تو بزن یکیشونو من. خیلی خوب زدیش. بابا HP کم کردم دیگه. بابا چرا اون یکی اسمات شد؟ قرار نبود اسمات شد. خدا TNT گرفتی؟ نه تو بگیر. من تو بیس اینا چجوری TNT بگیرم؟ خب نه داشتی میرفتی. بچه راستش ما چند باری اقدام کرده بودیم که چنل رو بزنیم و زدیم و ویدیو هم گذاشتیم و صبح هم گرفتیم. اما میدونید نه مراد چرا زر میزنی؟ صابمون همش تک و فامیل. ما بگیم مثلا 10-20 صبح گرفتیم. TNT رو بذار. TNT رو بذار. من حواسشونو پرت کردم. بزن. بزنش. جی وایس اسپلیت. چرا اسم کنم بهم هیچی نرسید؟
آیتماش خیلی کم بود. به من 15 تا رسید. به من همون کم بود چون خیلی وزن به اضافه نشد. نه من 7 بچه راسته اگه میخواین صفحه منو بتونید ببینین حمایت کنین ایشالله لپتاپ خوب میگیرم که FPS بنده خدا خیلی داغم. منم البته FPS هم خوب نیست خیلی کرد الان باز بهتر از منی. بهتر از من تو. FPS هم چند شسته. الان من FPS هم یکم پایینه واسه همین موشن بلو رو برداشتم اگه میبینید من اینجا اومدم بعد بلاک گذاشتم اینجا زیرم اونجا گذاشت رفتم اونجا. ببینید با موشن بلو وید میشم. از موشن بلو رو برمیداریم که وید نشیم. قدرت ونگو قدرت نداره مثل ونگو. الان یه سری ها میان میگن ونگو تومید نکن. روبر دارم میگم امروز ای انار بیا به بالینم شبنم گل نار برو از بالینم خدا به نازم مهراد بد زد. مهراد مرد. مهراد کیل گرفت بعدش مرد. مهراد فاینال کرد مرد. قرار نبود یارش اسپان شه. تو های پیکسل احساس میکنم سریع اسپان میشه. هپی هالیدی. اسکلم به خدا دارم دلشون میخوام بکنم. پروفسوری زینی فاینال کردم. چرا 25 تا توکن گرفتم؟ چون از اون بیلبیلک ها دادی به بیلبیلک نداشتم. 3 تا ام دارم مرا چیکارش کنم؟ ام چیه؟ امیراد. این من میدونی یاد چی میفتم؟ سکه های تو ایونت کالا. آجی عدلت نمیکنم. هی 960 سیپین پاکید. توش یعنی چی اگه کشکه؟ یه امالی اومد تو اکانتم همه شد شروور گرفت. آرتین خودت مطمئنی رفتی تو اکانتت اتفاق نیفتاده؟ آره اصلا نرفتم تو اکانتم که به خودت. پس چجوری فهمیدی 200 خورده سیپی زدم؟ یه با پیامک اومد رفتم بعدش اومدم رفتی پس تو اکانتت ببین رفت تو دیدی درست بود. بابا باز به من بیلبیلک داد. من بیلبیلک از کجا میگیرم؟ مهراد فقط یه یلو مونده ها. میدونم. باید به زودی بدمون بای بای کنیم. آره آرتین به نظرم تو نه یلو نه ها یلو بیا به بالینم شبنم یلو. واکنش یلو نداریم اینجا. برو از بالینم شما هم برو. نرفت برو هم بازی نکن. با این بازی بکن ولی با اون بازی نکن. دکتر محمد جعفرزاده حیدری حالم خوش نیست. حالم خراب است. آقا یعنی چی؟ این اصلا امکان پذیر نمیباشد. مشترک مورد نظر موجود نمیباشد. آرتین اون یکیشون دایمندیه ها. به درک الله علی حالت چطور محمد؟ بلاغ عزیز حالت چطور؟ سلام بای بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم. سلام کلاس بودیم. من خودم بگم بچه سر کلاس بودیم بعد اصلا نمیدونم یهو این آهنگ سلام ملاق عزیز تو ذهنم پخش شد و معلم ما هم مرده صداش میکنیم استاد. ببین رفتیم رسیدیم سر کلاس وارد کلاس که شدیم یهو داد زدم سلام استاد عزیز چطوره؟ ببین معلممون مثلا چیزی رو نگفت شانس آوردی کاریت نکرد یعنی کاری میکرد. آرتین بید آرتین ایوال من ترکشو گرفتم و من ترکشو دارم. مهم نی مرد جی
آرتی تو هم داری یخ میزنی؟ بله دنس داریم. انقدر پلی دادیم و باختیم که دیگه دنس گرفتیم. حتی به بازی منطقه نیست ولی خوب. حالا واقعا لکه من فریز شدم تو منم تک تو چیه؟ دسی هم ایوه منم بلیشم. ایوه بلی بچه خواستی واسه دانلود ریسورس پکمون به زودی قرار ساخته بشه توی چنل دیسکورد میذاریم هر وقت خواستین برین دیسکورد داریم؟ میسازیم توی چنل لینکش تو دیسکوردمون دیسکریپشن هست. الان نه ها میذارم یه لاگیری الله السمد لعنت ولن ویلد ولن نکن تو بسر تخت مثل وجودا اسپلیت انا سید رحمم یه چیزای شمشیر نخر بیا 2 تا خریده بودم اشتباهی اومدن پروفسور برو سامی برا بیا پروفسور پتل خوشگلی خب یکیشون رو زدم خب دوستان بریم واسه مچ دوم نه خب بچه بریم واسه مچ سوم مچ اول خیلی ایزی وین کردیم مچ دوم مچ دوم یا در کار نبوده اصلا اون اگر مچی دیدین توهم بوده حاجی هر دو بلیز رو خب آره منطقیه من میشه گوسفندم چرا من اومدیم یا نه شاید من رندومم آره من رندومم من ولی بلیز گذاشتم آجی این مپ خوبیه من همه شوز باز دارم بعد همشون گوگلی بودن گفتم بذار رندوم بذارم ای وای بچه اگه این بخیه بگیرتون نباشه تو های پیکسل قطعا بدتون میره چون نمیتونین از این دفاع کنیم بخاطر پینگ عالی متعالی مرد وایت بالا سر ایزی میزی پیزی داگا یه لحظه من برم از پشت بیس حاجی بذار ببینم به عشق ویورا بیسمون پشت نداره من آرتی یارو اومد یا حسین ببین تو از اینجا بگی من اینجا آب بریج خفن میزنم منم اینجوری بریج پله‌ای بامشو مردک من از این ور میام مردک خب بریم بدشون یا حضرت ده چیشو بریم بدش تو بیسمونه پروفسور زدمش من مردم نفهمیدم تو سرگرمش کردی من از بک زدم پروفسور شما بودی میومدی بالا بیسمان باید اومدیم بالا تیتی بگیر بیا ای بابا بدشون تیتی لازم دارم میام TNT کو TNT نه من نمیدانم تو داری میای یا اصلا من نمیدانم آرتی نمیفهم نادانم نمیدانم تو داری میای اصلا نمیدانم آرتی خب اومد آرتی این دفعه دیگه واقعا نمیدانستم کلاچ کردم از پالدمک مورم من TNT دارم آرتی من TNT دارم برو بدشون خب بابا پروفسور اینجا خب بابا پروفسور بزنش حاجی ریدم بابا کلاچ کردم خودم هم تو نگه داشتم بلاکام قیب همه شد صدق ما های لیمیت ها؟ های لیمیت داشت های لیمیت بالا های لیمیت بغل همون بریجیه که گذاشتیم الله دلقک خب میمردی منو نزنی والا میمرد ولی خب منو زدی هم که بازم مردی خب منم مردم مردک دلقک اردک
تک دلغک. نه مردک دلقک تک تک اردک دلقک. تک اردک دلغک. دلقک نه داریم اینجا. چی؟ حسین TNT TNT هره. من نمیفهمم که تو الان اینجایی حالا به جان خودم مدیونی اگر برگری فکر کنی. خب من وقتی زدم. ببین اینجا بریج برو تینتیو ببین درست بندازی ها. چیدا برو گمشه شما من میزنم. اسپلیت شمشیر سنگی میخوای؟ نه داشت. خب اگه ساید راشمون هم اینجوری ایزی زدیم اصلا 20 بار نمردیم در این. ببین خیلی سخت بود. آره فقط TNT میخواستیم چون دف دادم. آره چون که نمیشد وقت نمیشد. نه در سطح ما بودم فکر کنم نه؟ بازیشون اشغال نوب سگ نبودن ولی از اون پرو سگا هم نبودن که بزنن دهنتو پاره کنن. خب حالا وقت استک کار کثیفی نیست و های پیکسل همه استکه طبق تجربه‌مون داریم می‌بینیم. حالا انگار چند ساله داریم ببین من 5 ساله دارم بازی میکنم خدایی. 5-6 ساله که داریم ماینکرافت بازی میکنیم. 6 نه 4-5 سال. بیا اسپیریت با 300 منتظرم دارم. نگو داری با وول دف میدی. آها نداری بلیت میزنی. دف نمیدم من بلیت میزنم. من میدم. دلغک خیلی نرچی میشوری. چرا؟ داشت تا رسیدم رفتی تو به من کلا هیچی نیستی. همه رو خرد کرد و بلاک خریدم من استفاده میکنم. اما دف باز دف میدم دیگه پس چه کار به من بکنم؟ یکم گلد میدی؟ نه آرمان دارم ندارم واقعیتش. خب بریم دایمن دارم آرچه دوباره ام من برم دام داشت من فعلا دارم دف میدم. فیک دف. آره چی فیک دف بده اسکم دف باش. اوکی یه اسکم دف میدی؟ آره اسکم دف که نمیدونم چیه ولی مثلا رکن یارو میاد اینو بکنه میگه خب الان بده دیگه بعد مثلا آره دیگه فیک دفه. من بهش میگم فیک دف. بهش اسمش اسکم دف. آها 100 دانه یاقوت دسته به دسته. ببین این جدا از فیک دف سنگی دف هم هست. دف خیلی سنگینیه. مثلا 32 تا کله خرج کردم واسش فقط. یعنی نه اشتباه گفتم یعنی کله فقط 32 تا خرج کرد. آقا من میرم امجم کنم. بابا من چرا هر بر میرم من میان میدونم منظورت چیه یعنی هر باری که میری میان بزننت. بگم چیکار کن؟ هیچ وری نرو که هیچ کی داره. آیان دوان سمان دو. حالا آکوا خودمونی 3 تا از این بیلک ها گرفتم. ریر گیفت. چهار تا ریر گیفت. آرتین برم کدوم بره؟ نمیدونم.
از این بر و از این بر. آها این بره این بره. من 2 تا کامون گیفت دارم. تا الان داشتی میگرفتی این چیزو؟ اسپریت بابا اش رفته باشم اونقدر آیتم توش نیست. گلد میدی درست. نه دایمن داری؟ من امرات دارم. دایمن داری؟ بیا آجی آرمورمون رو بگیری یا آبسیدیان بذاریم؟ ها؟ اوکی. 8 تا امرال. 1 2 3 4 5 6 7. خب خریدیم حالا میکنیم. آرتین دفی کجاه الان؟ ها؟ نمیدونم دیگه خودت ترتیباشو بذار. نمیدونم این دستون ببین بکش اما بکنم اونا رو. آجی اما دفمون خیلی گاد شد. بریم استک. بریم بیا فعلا خیلی راش ندیم استک. نه ببین بیا پروتکشن یه 16 تا دایمند دیگه میخواین. 4 تا دایمند هستن تو بای. آرمور آره آرموری میشه آرمور آیرونی بعد آرمور دایمند آرموری میشه آرمور دایمند خودم نفهم. یارو آسین یارو فکر کرده زادن رفیق من همینجوری کشکی الان میرم غلط کرده. غلط کردم. رفتم تو باید دادم بهش تا دایمه موافقم. رفتن بدم هم که اصلا خیالم راحته. ندارم دارم جنریتور
داداش نه ترکر به درد نمیخوره. ترکر چرا؟ مهم نیست. ببین ای سلام تشکیری خدافظ. من ممنون بابت بیریجی که کشیدی. ببین نمیخواد فقط دایمن امرال حروم میکنیم ها. ترپ من فکر کردم دیگه ترکر. بایستا آرتین 4 تا امرالد و 5 تا دایمن دادم به یارو. داداش دیدی یه چیز بیا. ببین تو برو گره من برم این گیرینو بزنم. برو شد. ببین پس یه دقیقه بمون. ببین نزدیک های بیس بمون. دارم میام. بای کردم بابا یک اومدم نه ایران گلام هست. با ولم کن ببین ایران گله مگه کامو هم میکنه. آرتین بچت در رو پشت تو یه بلک بذار به نظرم. بس فقط بدو چون که دقیقا پشت سرته. بپر. بله خب دوستان این بود از ویدیو امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل ما رو ساب کنین. آره اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل ما رو ساب کنین. تا ویدیو بعدی. گودبای. بای.